اول اینکه من یک چیز بگم که خدمت یا اینکه شامل شدن در صف قواهای مسلح تاجیکستان اول اینکه نه قرض است نه فرض. درست. اول این یک مسئولیت شهروندی است که هر انسان وابسته به مو اختیار خودش میتونه بره و خدمت بکنه یا اینکه نکنه. بله. در یگان دولت روی عالم این قرض نیست. این اگر که قرض باشه کسایی که خدمت میکنن و کسایی که میروند دانشگاه میخوانن، یعنی این معنی او را داره که در پیش وطن دولت این قرض ادا کرده است، تا مردنش قرضدار میمونه. این یک مسئولیتی است که اختیاراً باید بروند مردم با صف قواهای مسلح. اول مثلا. دوم مثلا کسایی که میروند در صف قواهای مسلح هر دولتی که شامل میشوند همون خدمت هر عسکری را ادا میکنن، 1 سال 2 سال 3 سال، وظیفه اونا یک سربازی باید باشه که فردا پس فردا، یعنی که تو 60 ساله و 65 سالگیش اگر که برای دولت وطنش لازم باشه بگرده بیاید و در این وطن ملت خدمت بکنه. یعنی که یک فهم در خصوصی نظام جنگی، یک فهم در خصوصی همون استفاده سلاح و یراق، یک فهم در خصوصی همون سرحد دولتی داشته باشه. دیگه فونکسیای سربازی دولتی. سوم فونکسیای سربازی دولتی است که وقتی که از خارج کشور در زمانی که اونا در سرحدا خدمت وطن مادر به گفته خچان میکنن، وقتی که یگان مناقشه میشه و یک سرحدبان یا اینکه یک از غیر قانونی میآید نظام میاد داخل وطنت میشه، اینا باید چیکار کنن؟ اینا باید با همون سلاح و با همون مهمات جنگیشون بجنگن. سربازی تاجیک چیکار میکنه؟ سربازی تاجیک هزاران ویدیو است که یک شخصی مثلا غیر نظامی автомат چه ای دستش میگیره، ناموس یک سرباز نظامی автомат چه اصلا او автомат میتونه که کشته بشه و میتونه که 1000 کس بپرانه او سلاحش باید ای دستش نتیه و سوگند یاد میخوره که با همون سلاحش باید او محافظت کنه وطن دولت. یک انسانی غیر نظامی میآید، هزاران ویدیو هسته از سرحد قرقیزستان. یکم یا که مثلا از این چند روزی پیش از سمت افغانستان حرکت های نمی سلاح بده است، چند جای تاجیکستان از زدن. او سربازی تاجیک یک بار اگر فکر کنی از نگاه عقل سالم کسایی را که اینمی مجبور در ماشین بار میکنه از تریزه ها خودشون میپرتن در پایین، حدی اقل بشکنه جایم، حدی اقل من معیوب شم نرم به همون صف خدمتی حربی. و یک بار فکر که از همون تقاضای چی داری که فردا اگر یک تیر از طرف افغانستان بیا که فکر کنم که 10 نفر 50 نفر بزنه داخل خاک تاجیکستان بشه از مرز، تقاضای چی داره که او سربازی را که تو مجبوری بردهش از زندان میترسه، وقتی که جنگ شروع شوه او از هیچی نمیترسه، او تقاضای داره که او چیکار میکنه؟ با فکر شما اولین کار میکنه پیش از شهروندا همون فرار میکنه. به خاطر اینه که او اختیاری نرفته است همون سرحد دولتی را محافظت کنه، اختیاری نرفته است که همون مسئولیت در پیش دولت ملت انجام بده. یک چیزی غیر منطقی در عقل سالم یک انسانی باور کن اگر ای کریر هم حتی باشی باید همین چیزا در عقل سالم راست نمیاد که یک انسان تو مجبور ببری автомат بده که همینجا جنگ بکن، همینجا محافظت کردی. بله. سه مسئله همین را ما 100 بار گفتیم، 200 بار گفتیم، این از 300 بارشم بیای بگیم آخه در داخلش همین 25,000 سرباز در یک سال، 35,000 سرباز در یک سال، 45,000 سرباز در یک سال، او همه بیوجت دولت هم میگیره در سربازی میزنین. او همون در داخل شهر دوشنبه زیاده از 12-13 تا قسم های نظامی چیکار میکنن؟ او قسم نظامی وظیفه یک سرباز سرحد نگاه کردن ای. در داخل شهر دوشنبه لنس کرایون 5 تا وینی چاست، طرف گیپرازم 3 تا 4 تا وینی چاست، طرف 46 میکرایون 3 تا 4 تا وینی چاست، طرف اون ورزا بو بالاش میره با 3 تا 4 تا وینی چاست. داخل شهر دوشنبه چیکار میکنین شما؟ منطق یک انسان سالم ده همه چیز راست نمیگیره. اگر بگین که اینا ابیکت های اینفراستراکچور یا اینکه مثلا حیاتاً مهمی دولتی را محافظت میکنن، پس شرطنامه 201 دیویزیا با تاجیکستان از چی عبارته؟ وظیفه اونا آیا نیست که اگر در صورتی که اگر همین حالت با وقوع بپیونده میروند و همون حکومت از نمیدونم تلویزیون از همون چیزای
اینفراستراکتور یا اینکه چیزای مهم میروند محافظت میکنه. اگر که وظیفه سرباز تاجیکی کار باشه، پس چرا 201 دیویزیون روسیه در سرحد تاجیکستان نیست؟ اگر وظیفه سرحدمانی باشه، در گیپرزیم در قرغان تپه سرحد ما نداریم. یک عملکردی غیر منطقی، یک عملکردی به خدا قسم. اولان که خدمت حربی اختیاری هر برین زندان بشینه، نرین خدمت حربی، زیرا اینکه این مسئولیت شما محافظت کردن وطن، ملت، سرزمین، سرحد نیست. شما باید اون همون لباسای نظامیتون، همون فوراشکاتون در سرتون، اگه گشنگی را مردگی روی سرحدا و روی نمیدونم کدام وین چستاده، فقط هیچ کار نمیکنه، شما همون مردم هم میترسونه. یگانه وظیفه ای را که سرحدبانو دارن ترسانیدن اون همون مردمی عادی داخل کشور. یعنی معنی را داره که من چیز گفتنیم برای کسایی که اینمی با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان میروند و این چیز قرض میدونن. این هیچ وقت در تاریخ قرض نبوده است. این همون شعارهایی هستند که شما را سرتون ویران میکنن که شما دیگه جواب نیاورین که با صف قواهای مسلح تاجیکستان شامل شدن. این فرض است، این قرض است، این نه قرض است، این نه فرض. اگر که نمیخواهی اینمی برای زندان بشی، نر از خدمت نکن. اگر که مثلا دولت با اون حد بیاید که دیگه محتاجی با او باشه که مثلا یک اخی میره 2 سال خدمت میکنه، اکثریتش همون автомат در دستش نگرفته است، در زندگی 3 تیر نزدن، همو میره یک انسانی با شرفه، یک سرباز را که بگیم که نمی بهترین انسان در همون 2 سال خدمتش همون انسان است، با شرفمندترین انسان است، میره چیکار میکنه؟ یک کلند در کتیفش تمام دهقان 4-5 تاش ارنده میگیره، میره اون سال ارنده گرفته زمین کار میکنه، میره ساختمانی کی را بود میکنن، میره خانه حکومت ساخته است سرباز. یعنی از یک انسانی با شرف به شرف به خدا قسم کسی که میره در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل میشود و هدفش بر چی اگر نبرنش در سرحد نماننش، اگر همون تعلیمات حربی را از سر نگذرانه، او به شرف ترین انسانی تاجیکستان میشود.